أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را در این برنامه آداب اسلامی خوش آمدید می گویم. در برنامه‌های گذشته پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی، ادب با رسول صلی الله علیه و سلم، ادب با قرآن اشاره نمودیم. حالا ادب با بندگان الله، ادب با اشرف مخلوقات که انسان هست، یا به عبارت دیگر ادب با مردم. وقتی میگیم ادب با مردم، این آدابی که بیان میشه تعلق میگیره به فرد مسلمان و غیر مسلمان، به این که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ما اکرام کردیم بنی آدم را. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله میگه ما انسان را به بهترین شکل خلق کردیم، آفریدیم. پس ادب با مردم چگونه هست؟ وقتی که ما به عنوان یک بنده مسلمان پیرو قرآن ادب با الله سبحانه و تعالی را فهمیدیم، ادب با رسول صلی الله علیه و سلم را دانستیم، ادب با قرآن را دانستیم، حالا با مردم چگونه رویه داشته باشیم، چگونه ادب داشته باشیم، چگونه خلق داشته باشیم؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید وقولوا للناس حسنا، بگو برای للناس، برای مردم سخن نیک، سخن نیکو بگو. در اینجا للناس گفته، برای همه، با هر کس که روبرو شدید، با هر کس که بیع و شرای داشتید، سخن نیکو بگویید. حتی اگر با یک انسان جاهل نادان روبرو شدید، چی باید کرد؟ طرف تو انسان جاهلی بود، باید جاهلانه برخورد کنید؟ اگر انسان جاهل آمد با یک انسان مسلمان و مؤمن و متقی و پرهیزگار جاهلانه برخورد کرد، این انسان چی باید بکنه؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی متوجه شدید که یک انسان جاهل هست، نه حرف می فهمه، نه حرف می دانه، اما شریعت مقدس اسلام، دین مبین اسلام اجازه را نمیده که با جاهل جاهلانه برخورد بشه. وقتی که دانستید که حرف تو را قبول نمیکنه، حرف تو را نمیشنوه، رای هدایت را قبول نمیکنه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس فقط سلام گفته از کنارش عبور بکن و تیر بشو. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایم الراحمون یرحمهم الرحمن
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رواه الترمذی. الله سبحانه و تعالی رحمان و رحیم هست و برای ما دستور میده، امر میکنه که شما رحم کنید. ارحموا من فی الارض، آنچه که در زمینه. رحم شما به همه مردم باشه، به همه انسان ها باشه، حتی به حیوانات باشه، به پرندگان آسمان باشه. رحم داشته باشید. دین اسلام دین رحم هست، دین شفقت هست، دین مهربانی هست. وقتی شما رحم کردید، رحم میکنن بر شما کسانی که در آسمان هاست. یعنی برای شما دعا میکنن، برای شما مهربان هستن. به اینه که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و قولوا للناس حسنا، سخن نیکو بگویید با همه مردم. اما این که در قرآن گفته شده اشداء علی الکفار، با کفار سختگیر باشید، با کفار جهاد کنید، با کفار بالاخره وقتی با شما روبرو شدن بزنید، بکشید، در این راستا باید ما در اینجا این نکته بفهمیم که غیر مسلمین یعنی کفار به 4 نوع است، انواع داره. غیر مسلمین 4 نوع غیر مسلمین هست. یا اهل حرب هست، یا اهل ذمه هست، یا معاهد هست، یا اهل امان هست. که اهل ذمه واضح و آشکارا در کشور اسلامی زندگی میکنه، سالانه، ماهانه آنچه که دولت اسلامی به او تعیین بکنه او میپردازه. معاهد که مستأمن هم میگویند به خاطر تجارت، کشور اسلامی میایه برمیگرده تجارت میکنه، معامله داره. اهل امان به خاطر حفظ جان خود در کشور اسلامی آمده، پناه آورده، دولت اسلامی، کشور اسلامی، حاکم مسلمان از او حمایت میکنه. این 4 نوع کفار، از بین این 4 نوع یک اهل حرب هست، یک نوعش با مسلمان ها می جنگه. وقتی حرکت کرد به طرف تو، مسلمان آمد با تو جنگید، نیت قتل تو را داشت، نیت تخریب خانه تو را داشت، حرکت کرد تا تو را بکشه، خانه تو را ویران کنه، تمام زندگی تو را از آن خود بگردانه، حالا تو مسلمان مجبوری دفاع کنی. پس کفاری که اهل حربن با اونها رحم نمیشه، با اونها شفقت نمیشه، با اونها در صحنه جنگ مهربانی دیگه لازم نیست. در آن صورت هم باز هم دین مبین اسلام میگه در لحظه جنگ کفار را وقتی که با کفار روبرو شدید اطفالشان را نکشید، زنانشان را نکشید، اسیرشان را گرفتید ظلم نکنید. پس اینه که ادب با عموم، بیشتر که بحث ما به اینه که ادب به غیر مسلمان حتی و قولوا للناس حسنا، سخن نیک بگو. چی مسلمان هست و چی غیر مسلمان هست. با یهودی برابر شدی سخن نیک بگو، با مسیحی برابر شدی سخن نیکو بگو، با بودایی برابر شدی سخن نیکو بگو، با انسانهای بیدین برابر شدی سخن نیکو بگو. وقتی با تو جنگ نداره، با تو حرب نداره، با تو نیت بد و اینها را نداره، تو سخن نیکو بگو. قرآن عظیمشان در آیات زیادی داریم که به ما این ادب را یاد میده. میفرمایه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. با اهل کتاب وقتی گفتگو میکنید، وقتی صحبت میکنید، صحبت شما مجادله نباشه، مخاصمه نباشه، صحبت شما بالاخره حالت قهر و غضب به خود نداشته باشه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، وجه احسن سخن بگو با اونها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. آیه دیگه با بت پرست که برابر شدی بتش را دشنام ندی.
وقتی که با مشرکین برابر میشوید بت‌هایشان را دشنام ندهید. به خاطر چی؟ شما وقتی بت را دشنام دادید، یک سنگ را دشنام دادید، یک گو را دشنام دادید، یک بالاخره مخلوق ضعیفی را دشنام دادید، او عکس وقتی پروردگار تو را دشنام بده، الله سبحانه و تعالی با او عظمت و بزرگی، آیا برابر میشه؟ پس به اینه که ادب اسلامی است. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. و علم نداره، دانش نداره. پس از جمله آداب اسلامی اینه که انسان با همه سخن نیکو داشته باشه. همسایه غیر مسلمان، حتی همسایه چند حق داره؟ یک همسایه که 3 حق داره، یک همسایه 2 حق داره، یک همسایه 1 حق داره. همسایه مسلمان 2 حق داره، یک حق همسایگی، یک حق مسلمانی. همسایه‌ای که از اقارب و خویشاوندان هست، حق همسایگی، حق مسلمانی، حق خویشاوندی. همسایه است که غیر مسلمانه، شریعت مقدس اسلام میگه ای به گردن تو حق داره، حق همسایگی داره، نباید او را اذیت کنید، نباید بالاخره خانه تو، پنجره خانه تو اینها او را اذیت داشته باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، الله اکبر، اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم، ادب رسول صلی الله علیه و سلم، به راستی که رحمت للعالمینی، به راستی که صاحب خلق عظیم بودی و هستی. فرزند یهودی مریض میشه، رسول صلی الله علیه و سلم به عیادتش میره. رسول صلی الله علیه و سلم میروند به عیادت فرزند یهودی که یهود چقدر در قرآن کوبیده شده، ولی این آداب اسلامی است، این اخلاق اسلامی است. رسول صلی الله علیه و سلم جنازه وقتی که تیر شد، رسول صلی الله علیه و سلم استاد شدن. خیلی مهمه عزیزان و بزرگواران، امروز چیزی که در بین جامعه اسلامی کمتر دیده میشه آداب اسلامی هست. رسول صلی الله علیه و سلم استاده میشن، صحابه گفتن یا رسول الله انها جنازه یهودی، این جنازه یک یهودی هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا رأیتم الجنازه فقوموا، وقتی شما جنازه را دیدید استاده شوید. در روایت دیگر رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن الیست نفسا، آیا این نفسی نبود؟ آیا انسانی نبود؟ این ادب اسلامی و این آداب اسلامی، این اخلاق اسلامی در کجا یافت میشه غیر از اسلام؟ در کجا میتوانید که رسول صلی الله علیه و سلم جنازه یهودی که از دنیا هم رفته بود، مرگ به سراغش آمده بود، جنازهش عبور میشه، از راه میگذره، رسول صلی الله علیه و سلم استاده میشن؟ الله اکبر. پس به اینه که باید ما ادب با عموم مردم نگیم که او کافر هست، او مسلمان هست، او یهودی هست، او بالاخره الا کافر حربی، مگر او کافری که با شما میای میجنگه دیگه، حالا دیگه شما با او سخن نیکو بگیم ارزش نداره، با او ادب بگذاریم مهم نیست، با او بالاخره هر قدر او آماده دنبال قتل شما، باید جواب بالمثل بشنوه. الله سبحانه و تعالی میفرمایه وقولوا للناس حسنا، خلاصه به عموم مردم سخن نیکو گفته بشه. سخن نیکو چی فوایدی داره، چی ثمراتی داره، همه اینها. پس عموم مردم از حقوقی که یا از ادبی که با عموم مردم باید رعایت بشه، وقتی که مریض شد به عیادتش برو. همسایه تو مریض شد، همشهری تو مریض شد، کسی که در کنار تو هست مریض شد، در هر کشوری که هستید، نگاه نکن که این چیه، کینه،
کدام دین هست، به کدام آیین هست، چی میپرسته، چگونه اخلاقی داره. مریض شد به عیادتش برو. از حقوق عموم مردم، ادب با عموم مردم. دیگر اینکه فقیر بود کمک کن، از جمله ادب با عموم مردم هست. امانت به دست تو سپرد خیانت نکن، خیانت نباید بشه. این ادب اسلامی است. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی هجرت کردن، سیدنا علی ابن ابی طالب که در بستر خود خواباندن، میتونستن علی ابن ابی طالب را همراه خود ببرن. از جمله وصیت های رسول صلی الله علیه و سلم به علی ابن ابی طالب این بود که ای علی، این امانات است که به دست من سپردن مردم، من برای تو می سپارم، برای مردم پس به صاحبانشان برسان. کفاری که رسول صلی الله علیه و سلم تصمیم قتلشان را گرفتن، رسول صلی الله علیه و سلم از همان کفار امانات به دستشان بود. رسول صلی الله علیه و سلم خیانت نمی کنن، به امانت دشمن خیانت نمی کنن که برای آنها سپرده شده بود. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب رسول صلی الله علیه و سلم. پس امانت وقتی به دست تو سپرده شد خیانت نکن. والله لا يحب الخائنین، الله خائنین را دوست نداره. انسانهای امین را دوست داره، انسانهای صادق را دوست داره. و همچنین از ادب با عموم مردم استهزا نداشته باش، عیب نگیر به قیافه شخص. قد فلانی کوتاه هست، قد فلانی بلند هست، فلانی سیاه هست، فلانی سفید هست، به تو ربط و ارتباطی نداره. بعضی انسان ها دفتر و قلم رو میگیرن نمره میدن، به بالا و پایینی انسان ها، به سیاه و سفیدی انسان ها، به چشم و ابروی انسان ها. این از ادب به دور هست. کسی که چنین الفاظی به زبان بیاره، ما نمیتونیم بگیم که این بنده با ادب هست، این انسان با ادب هست. این بیادبی یک انسان را نشان میده که انسان را به زبان خود، به چشم خود، به حرکات بالاخره مورد استهزاء و تمسخر قرار بده. پس ادب با عموم مردم اینه که استهزاء و تمسخر نباشه. دیگر اینکه از جمله ادب با عموم مردم اینه که یک انسان را به زور به اسلام دعوت نکن. یعنی حق نداره یک مسلمان انسان غیر مسلمان را به زور به اسلام دعوت کنه، تهدید کنه. لا اکراه فی الدین، اکراه در دین نیست. پس بناهن دین مبین اسلام دینیه که وقولوا للناس حسنا، بگو سخن نیک بگو برای همه مردم. به اینه که از جمله ادب با عموم مردم عدالت، رعایت عدالت هست. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی تو را به عنوان حکم قرار دادن، به عنوان این که تو حاکم باش بین این دو نفر، حکم بکن. اگر یک طرف مسلمان بود یک طرف غیر مسلمان بود، تو نگاه نکن که مستقیم قضاوت کنی به حق مسلمان. باید نگاه کنی شاید حق به طرف غیر مسلمان باشه، شاید این زمینی که دعوا هست از غیر مسلمان باشه، این معامله‌ای که دعوا صورت گرفته شاید حق به جانب غیر مسلمان باشه. پس از جمله ادب با عموم مردم اینه که وقتی تو را به عنوان حاکم قرار دادن متوجه باش که رعایت عدالت باید برقرار بشه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه وقتی تو را به عنوان حاکم قرار دادن، یک شخص قوم تو هست، یکی بیگانه هست، یک شخص برادر تو هست، یکی بیگانه هست، یکی همشهری توست، یکی از جای دیگر است، یکی هموطن توست، یکی از کشور دیگری. نگاه نکن که این همشهری من هست، این هموطن من هست، این برادر من هست، این از قوم من هست. نگاه کن عدالت، نگاه کن حق به جانب کیست. این از جمله ادب با مردم هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید وقولوا للناس حسنا،
با عموم مردم سخن نیکو بگو. رسول صلی الله علیه وسلم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای عالمیان هست. تنها رحمتی برای مسلمین نیست، برای مؤمنین نیست، حتی تنها برای انسان ها نیست. رسول صلی الله علیه و سلم رحمت برای همه عالمین هست، برای انس و جن و خزنده و پرنده و برای همه، برای اشجار و احجار و برای همه رحمت للعالمین هست. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه ادب با مردم، با عموم مردم را رعایت نموده، تا اینکه ما عامل به کتاب الله و سنت رسول الله بشیم. قرآن هست که به ما درس ادب میده، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم هست که به ما دروس ادب را میآموزه. الله برای همه ما توفیق ادب عنایت بفرمایه تا اینکه رویه خوب، روش خوب با عموم مردم داشته باشیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى.